سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم به یک محله رویایی و قدیمی در شهر لایجان به نام گابنه. این محله در جنوب غربی شهر لایجان در نزدیکی میدان چهار پادشاه قرار داره. از کوچه های باریک و تنگ و سنگفرش شده تشکیل شده. درب‌های چوبی، خانه‌ها و دیوارهای آجری هم حال و هوای قدیم رو برای آدم زنده میکنه. مهمترین سازه این محله مسجد اکبریه هستش که در زمان فتحعلی شاه قاجار درست شده. جالبه بدونید خیلی از لایجانی‌ها هم از وجود این محله اطلاع ندارن. لوکیشن دقیق این محل رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. در انتهای این ولاگ به یک کافه به نام کافه دیما هم رفتم که واقعا فضاش دوست داشتنی بود و در این محله قرار داره. راستی ولاگ های قدم زدن در شهر لایجان، بازارگردی، بام سبز و همچنین رانندگی در این شهر رو قبلا در کانال قرار دادیم که میتونید در پلیلیست مربوط به لایجان پیداشون کنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.